آره من تست بکنم. گله پیتزا پنیر رو جا اینو دیدید تست نکن. باقلبا با سلام، چطورید بچه ها؟ با توجه به اینکه سری پیش رفتیم غذای خیابونی خوردیم و خیلی شما دوست داشتید و خوشتون اومد و خودمونم خیلی دوست داشتیم و خوشمون اومد، الان تصمیم گرفتیم که دوباره بریم شهرداری و غذاهای خیابونیش رو تست بکنیم، ببینیم چیا داره چیا نداره. فرقش با اون ویدیو قبلی چیه؟ فرقش اینه که یه سری غذاها رو می‌خوایم الان بخوریم که اون موقع نبود. آره یه سری آیتم‌های متفاوت‌تر از اون سری می‌خوایم تست بکنیم. برای همین با ما همراه باشید. بریم ببینیم چی نصیبمون میشه. همین کوچیکش نه تون نباشه. ولی ما خیلی زودتر از چیزی که شما فکرشو بکنید که اصلا بخوایم ما به سبز میدون یا شهرداری برسیم، توی خیابون لاکانی یه جایی رو پیدا کردیم. زودتر میام اینجا وای میسم، آخر شب و ساعت 9 قیمت میرشم. چرا پاستا؟ پاستا؟ علاقه دارم به پاستا. خودتون دوست داری؟ دارم به پاستا، نون سیر، آره نون سیر خیلی غذای مکزیکی. یه پاستا رو بیشتر دوست دارم. واسه همین میپرسید تندش کنم. اینو میپرسن چون تندی رو دوست دارم. پاستا شما بگید نمک میخورش خوبه؟ نه کسی اضافه نکنن. نه بی زحمت آبیشن هم میشه. دست شما درد نکنه. مرسی. خوبه. وای بچه ها به ما تست داد، اصلا سوخت زبونم و نفهمیدم چی خوردم، خیلی داغ بود. ما اولین غذای خیابونیمون رو گرفتیم. این آقای علیرضا ازش سوال کرد چون ما هم اینجا دیدیمش آخر خیابون لاکانی، هم از این ور میشه اول خیابون لاکانی، هم سمت شهرداری دیدیمش. گفت که اول وقتا این ور سمت لاکانی میمونم، آخر وقتا که شهرداری شلوغ بلوغ تره میرم اون طرف. الان ما کوچیکش رو سفارش دادیم. ببینید چقدر حجمش زیاده. حالا میخوایم بریم یه جایی رو پیدا کنیم بشینیم بخوریم، یکم آرومتر راه برو. چقدر بهت بگم فقط برم باشی یه جا بشینم بخورم. مجبوری مگه اینقدر منتظر بمونی که اینقدر گشنه بشی؟ 1 ساعته بچه‌ها دارم بهش میگم پاش حاضر شو بریم، پاش حاضر شو بریم، اومدم تا دوش بگیرم، پاش حاضر شو بریم. مثلا سبز میدون بشینیم. موافقی؟ چرا روش زیتون گذاشت؟ من تا الان ندیده بودم کسی روی پاستا زیتون بذاره. جز اولین کسایی بود که دیدم داره اینجوری مثلا غذا خیابونی پاستا داره میفروشه. بذارید من تست بکنم به شما بگم که هنوز داغه. میبینید؟ خیلی داغه. دل تیش پاستا هست. آره دیگه. بچه باشید. چطوره؟ من یه ذره دیرگیرم. خوبه؟ آخرش دوباره نظرمو میگم. نظرت در مورد پاستاش چیه؟ خیلی داغه. نظرت در مورد خود پاستاش چیه؟ خداییش خوب بود. 10 چند میدی؟ از 10 واقعا 10 میدم. من اینقدر؟ خداییش آره. من از 10 9. چاپ جادوییه. من نمیدونم چرا اصلا خنک نمیشه. ببین ازا که اصلا بلعید ها. من که اصلا نخوردم. من از 10 9 میدم، اما کم کار نذاشته بود. یعنی مرغ داشت، قارچ داشت، زیتون هم گذاشته بود، یه طعم روغن زیتون هم میداد، پنیر پارمیزان هم حسابی ریخته بود. یعنی اینجوری میگم کم کار نذاشته بود. ببین هر چیزی بذار من توضیح به نظرم بدم. باید در حد خودش. اونی که تو میگه اون تخصصی مغازه پاستاه کلا و چند نوع پاستا داره، ولی این نسبت به خیابونیش دارم بهت میگم که خوب بود. ما اینقدر اولش گشنه بودیم، فقط میخواستم سریع یه کوچولو غذا بخوریم سیر بشیم. حالا میخوایم بریم شهرداری ببینیم اونجا اگه برگر باشه، که همیشه اونجا برگر هست. آره مثلا بندری هم باشه خوبه. برگر بندری ببینیم چی دارن. الان سبز میدون پیدا کنیم، اونم تست کنیم ببینیم چه جوریه. تو یه بار شهرداری برگر گرفتی. آره. خوب بود. آره همون.
داگ رو ترجیح میدم به همبرگر. تو همبرگر رو ترجیح میدی؟ تو بین تو بین هات داگ و همبرگر کدوم انتخاب میکنی؟ منم هات داگ، پس چرا الان میخوام برگر بخوریم؟ خب هات داگ اینجور نداره، من ندیدم هات داگ. شاید داشته باشه. اگرم باشه هات داگ خوشمزه‌ای نیست. بچه‌ها برگریه نیست. همیشه اینجا بود. یعنی این ور. دوباره ما قصد کردیم یه چیزی بخوریم نیست. آها، یه قانون نانوشته ما داریم. اینه که هر موقع میخوایم یه چیزی بخوریم نیستن این دست فروش ها. بعد هر موقع ما شام خوردیم همه این دست فروش ها اینجا هم. احتمالاً دیرتر باشه. آخه دیرتر از الان ساعت 9 دیگه، کی میخواد شام بده؟ ما الان گشتم در جستجوی غذا. این ببین من بهتون نشون بدم این دکه ها الان همه تازه دارن میان. الان دارن میان. خیلی هاشون هم که هنوز نیومدن. تازه ساعت چنده؟ ساعت 9. ببینید اینجا از این هات داگا داره، از این کورن داگام داره. من اینا رو هم هستم یکی بگیریم حالا با هم تست کنیم. کورن داگ من نیست. نیستی؟ من نیستم. یه بار خوردم خیلی به ما حالا. باز این رول پنیری ها رو میتونیم بگیریم. کدوم این؟ رول پیتزا پنیری. خب هیچی نداره. احتمالاً وسطش چیزا داره. اینا هم هست. ما یه دونه از تصمیم هم گرفتیم رول یه پیتزا دونه پنیری. رول پیتزا پنیری بگیریم. یه دونه بگیرم؟ آره. پیدا نکردیم. دنبال برگر بود. ولی اینم به نظرم باحاله. من کلا کورن داگ و هات داگ و اینا خوشم میاد. ولی علیرضا گفت دیگه هات داگ نگیر. گفت سس چی بدم؟ گفتم مایونز بده. گفتم اون کرد. خب بگو پس بر چی میپرسی؟ دیگه چون 90 تومن بچه. نمیدونیم هم چیه. چرا پس سفارش دادی؟ چون جدید بود؟ که ببینیم چیه. آره. یعنی امشب داریم کالری به بدن وارد کرد. امشب شب مورد علاقه من. یه ذره سس بزن ببین. میگم که من یه ذره دیرگیرم. هیچ همه خاصی نمید. بچه این پاستا خیلی بهتر. اجبار دیگه اون برگریه نبود. ولی خب اینم تجربه شد. بچه ها ببینید همشون الان دارن میان. این چیه؟ وافل فکر کنم درست میکنن. وقتی میگی دوست ندارم، نه خدای خوشمزه نبود، گشنه است که داره میخوره. هنوز سیر نشده. این ژامبونی که داخلش استفاده شده طعم خاصی نمیده. خب اصلا اینا هیچ مزه‌ای نمیده. هر جا اینو دیدید تست نکنید. اون کورن داگ هم همینطوری بود اون سری خوردیم. باز کورن داگ از این خوشمزه تر. یه سوسیس خام میخوریم. باز اون اصلا خوب فقط چربه. ولی این دومیه رو بچه‌ها ما خیلی اشتباه کردیم خوردیم. الان پشیمونم، یعنی برگردیم عقب من به هیچ عنوان اون گزینه رو انتخاب نمی‌کنم، میرم دنبال یه چیز دیگه. خیلی بد بود میدونی، یعنی ما یه سری کالری وارد بدنمون کردیم الکی هیچ طعمی نمیداد، چرب بود و اصلا خوشمزه نبود. بی‌نمک، بی‌مزه. من عود فروشی هم خیلی دوست دارم. عود فروشی؟ آره اصلا خوشم میاد. این دست فروشه همیشه اینجا هست. انقدر بوی خوب میاد، خیلی خوشم میادش. حالا چی کار کنیم؟ دیگه پلن اصلیه، الان بستنی. ببین حتی علیرضا هم میدونه که پلن اصلی غذا نیست، بستنی و دسره. آفرین به تو. ببین همه دکه ها الان دارن میان. ما یه ذره زود اقدام کرده بودیم همه واسه شهرها الان میرن خونه‌شون. زود اقدام کردیم واسه شام خوردن. پلو کباب به به. ببین برنج هم بار گذاشته.
اینجا هم بچه ها همون 4 کبابه که اون سری اون طرف شهرداری بود بهتون نشون دادم یه شعبه دیگه زده. حالا مجبوریم پیاده راه بریم اون چیزایی که خوردیم و بسوزونیم. اون چیزایی هم که ما خوردیم حداقل تا الان 800-900 کالری اضافه کردیم که باید تقریبا اگه بخوام واسه حساب کنم 4 ساعت پیاده روی کنیم. یعنی الان شروع کنیم کی تموم کنیم پیاده روی رو 1-1 شب. بهم بگید تو شهر شما هم جدیدن مغازه سوخاری زیاد میزنن؟ تو رشت نمیدونم داستان چی، الان 1 ساله همه دارن مغازه سوخاری، یعنی از پارسال تا الان من 10-15 تا حداقل چیزی که من دیدم سوخاری فروشی طرفدار پیدا کرده. ببخشید خانم این چند قیمته؟ این چند؟ همه دارن میان تازه 1 ساعت زودتر شام خورده. پیش به سوی پلن مورد علاقه من بستنی. من یه دونه اینو متوسط میگیرم، تو هم یه دونه اینو بگیر، 2 تا چیزو متوسط. همه چی دیگه 2 تا سفارش دادم. دیگه زودتر. سرشیر سفارش علیرضا. خوشمزه؟ آره. بدم باشه نمیتونم. سرشیرش خیلی باحاله. یکی در میان چیزایی که خوردیم خوب بود، بد بود، دوباره خوب. گفتین چیه؟ اون که قرصم دیرم رو خوردیم. گفتاش خوشمزه است ولی اینو بیشتر میتونی بخوری چون شیرینیش منفوض است. بذارید من تست کنم. من کاملا مزه داره. اصلا شیرین نیست. سرشیر بستنی نیست. سرشیر مواد داره. چیکار داره می‌کنی با خودت؟ از اینجا هم اومدی بیرون 360 تومن شد. درسته؟ 360 تومن شد. آره. اسمسش اومد متوجه شد. ببین دیگه واسه هیچ چیزی ما هیچ جایی نداریم. همین الان آشه خوشمزه دیده؟ از 1 تا 10 عزیز من به این بستنی سرشیره و باقلوا چند میدی؟ جدا هم منم 10 میده، هم منم 10 میده. 8 میدم. نمره باید من چون میخوام هم به تو نباشه من یا 10 میدم یا 0. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما همین الان ویدیو رو یه لایک بزنید، کانالو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم بتونید خیلی زود ببینید. لینک غذا خیابونی رشت هم این بالا براتون میذارم، اگر ندیدید حتما ببینید چون ما توی اون ولاگ رفتیم و غذاهای خود اصیل گیلان که با ویشکا و رشته خوشکار و این چیزاست تست کردیم. خیلی ویدیوی باحالیه. امیدوارم از این ولاگ حسابی خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم خیلی زیاد، خیلی 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 زیاد. ماچ بهتون، شبتون بخیر، خدافظ.